تماس خوی؟ من حبیب در کفه خوی نیه ما خورده نکس بلگا تمام ما بروز ایدو دل مورده حبیب ببون سلام صبح بخیر خوبین؟ چه خبر؟ خوبین بچه ها؟ این گشت بردن؟ گشت بلند کن بنویس 215 صدگان خط فاصله جانب همایون هزاریان و 33 سال سن دارم معلم اشاعیر استان و خوزستان شهرستان لالی درس میدم دانش آموزانی که اینجا درس میخونن زود کوچن برج 2 پاییز که میان اینجا تقریبا تا آخرا اسفند میمونن بعد عید دیگه کوچ میکنن میرن سمت ییلا 3-7 میشه 20 3-8 میشه 24 تا اشتباه سروش نکن خب و اکنون زمان کوچ فرا رسیده بچه‌ها و من هم به عنوان یک معلم کوچرو از اینکه در کنار شما هستم و میخواهم به عنوان در کنار شما باشم خیلی خوشحالم و در پایان کوچ اون امتحانات رو از شما بگیریم و امیدواریم که نمره قبولی رو از ما دریافت کنید و قبل از کوچ یه سری کارهایی که باید انجام بدیم این که مدرسه رو تمیز کنیم و وسایل رو جمع بکنیم که انشاءالله بتونیم سال دیگه که میایم اینجا درس بخونیم از اون وسایل به خوبی استفاده کنیم بلند شید یا علی تخت رو پاک کنید گچان جمع بکن بختیاری‌ها مردمانی پرتلاش، سخت‌کوش و پرجنب و جوش که در دامنه‌های کوههای زاگرس زندگی می‌کنند و معیشت زندگی خود را از راه دامداری، دامپروری به دست می‌آورند و اینکه تمدنی چندین و چند هزار ساله در ریشه این خاک این سرزمین دارند. سلام علیکم. یا الله جان خوش آمدید خوبی سلامت آمادی بریم ما منتظر ایستانیم که زودتر کوچ کنیم با تو بریم هیچ خبر رسانیم ندارن جاده هیچ عبور کردیه نه والا تا به حال عبور نکردیم زشه انشالله به سلامتی ولی خیلی راه کتل سر دیری سرباله داره این خسته زنی ماهی یواش یواش شده سر حال داریم سر حال یاد عجله نکن اشعری شغل پایداریه شغل حلالیه شغل یعنی پیغمبر ما خود دامداری دوست داشت گفت دامداری کار پربرکتیه کار خیر برکتی به هوای مناسب سپری کنیم هر جا سرد شد کوچ میکنیم میریم تو گرما هر وقت گرم شد کوچ میکنیم میریم تو سرما بخولی اوسا اشاعری خیلی خوبی الان ضعیف شد مثل این که میره اشاعری میگه خسته کل بچه ایجاده میره ما میخوام با جاده ماشی برم 1 ماه 2 ماه توی جاده اشاعری کوچ بکنیم
ولی پسر من خوشحال نیگو میخوام 6 ساعته برم اصفهان فریدون اینطوری نیست. فقط همین چند تا پیرمردیم. اگر ما هم 10 سال دی 5 سال دی افتادیم دیگه هیچ دیگه تمام دیگه اشایری وجود نداره. خلاص الان وجدان همین 10 8 تا پیرمردیم، همین چند تا پیرمرد. نیازی نیست. ما حدود 3.5 میلیون بختیاری داریم که حدود 90% در شهر زندگی میکنن، 10% اشایر کوچرو هستن و اون 10% هم شاید چند هزار تاشون باشه که کوچ میکنن. در واقع بختیاری به معنی خوشبختیه، به معنی اینکه کسانی که بخت یارشان بود. در اینجا یه شعری میگه که گر ایران زمین بختیاری نداشت، گمانم که از بخت یاری نداشت. من شهر لالی زندگی کنم، اما پدر و مادرم اشایر کوچرو بودند و دوست دارم این کوچ انجام بدم. به نقل از پدر و پدر بزرگم که شنیدم زمانی که کوچ میکردن این راه میرفتن تا ییلاق، راه پرپیچ خم و خطرناکی هم بوده، خیلی جذاب بوده براشون. ما هم دوست داشتیم یه روز این راه بریم. چند روز طولی کشید؟ چند روز 20 روز طولی کشید. چون آنتن نیده هر چند زنگ میزنی گفت مشترک مورد نظر در حال کوچ است. ادامه میرم نگیدم خدایی که سرما نخوری، حواست به خود دوه. انشالله به سلامتی ببین، سلامتی هم برسی، خدا کمک زود بکنی. آور خوبه. سلامتی. قربانت. خبر. چی؟ سلامت. شکری خوبه. خب حالا این باشه اساس می‌ریم سرش ها؟ باشه خیر اساس می‌ریم سرش. آره باشه. باشه. چی هم داری؟ در حال حاضر ما می‌خواهیم به همراه خانواده محترم آقای مختاری کوچ کنیم. بسیار خانواده خوبی هستیم. خانواده پرتلاش، زحمتکش. بسیار مردمان کوچرو، کوچ دوست، اشایر دوست. اونا امسال یه خانواده 8 نفره هستن که با آنها 400 رأس گوسفند در حال حرکت. بالاخره داریم بریم. سلسله کوههای زاگرس عبور کنیم، از دشت‌های جنوبی شروع کنیم، پیاده بریم تا فلات شمالی، جایی که دمای هوا همسی حیوانات همسی انسان‌ها مناسب تره.
رو در این وارد رم میکنم بریم لا رو در الان بینیم نه همین چرا از اینکه در آینده میخواهید چی کار شوید؟ این اشابه نیست؟ در مورد در آینده میخواهید چه کار شوید؟ خیلی خوبه بچه هامو درس بخونن اطلاعات درست حسابی داشته باشن ز مملکت ز قانون ز کشورامون خبر داشته باشن که یه اطلاعات کاملی به ارزش داره برامون ولی خب یه مشکلایی هم هست که مثلا الان ما که عشایریم باید بچه هامون بعضی هستون ترک تحصیل کنن به خاطر این که امکانات نداریم دور ز دستیم باید مجبوراً بچه همون ترک تحصیل کنن بخون من دوست دارم یک دولت باشم بیمارا را خوب میکنم آب مردم کمک میکنم که خدا ما را دوست داشته باشد ما دایره آدم بیمار زیاد هستن عمل میکنیم و دوست داریم بزرگ باشیم و به پدر مادرمون کمک میکنیم در آینده خوشبخت باشیم آفرین لبش سر جا الان ما خوام بچه هم دوستی تا یکی تهران یکسون اهواز یکسون شیراز هر یکسون یه جا دارن درس خونن تو دانشگاه ها بهترین معدل دارن ما الان خودم 17 تا 20 تا بچه دارم بگم کاش که 4 تا بمونه پیشم بچه ها علاقه ندارن به زندگی عشایر ما همین خودمان بزرگسالا و بازدنامون بیشتر علاقه داریم بچه ها همیشه عشقشون و علاقهشون تو شهر حقیقت و تو دنبال درسن بچه ها زیادن باید 3 تا 4 تا تو کمک بده یکسون سروش یکسون سامانه ولی من ناچاری میگم یه 2 تا 3 تاتون کمک بدین مدرسه اشاری ما داریم تا پایه 6 ولی برای ادامه تحصیل باید بریم شهر که البته ما که اشایریم مثلا کسی ناریم بریم شهر که واقعا واسه ما سخته مثلا ما گلمون باید راه کنیم بریم شهر ولی من که به دلیلی که با هم اشاری بود میخواستم کمکش کنم و با هم قبول نکردم مثلا میگه آقا همه رفتن درس خونن تو باید بمونی کمکم کنی من الان دوم دبیرستان دارم میخونم هیچ وقت هم سری کلاس مثلا حضور نشدم فقط یه صورت غیر حضوری فقط مثلا میخوندم خودم تنهایی کتابا رو بدون هیچ معلمی و موقع امتحانات میرفتم امتحان میدادم برای که رفتم اصفهان و برگردم دستور دارم امتحان بدم من دوست داریم درس بخونیم من خودم آرزوهایی داریم سری مثلا بریم ادامه تحصیل بدیم سرم عشایری بکنیم
صبح زود مثلا ساعت 5 صبح باید از خواب بیدار بشیم. شاید اصلا صبحونه گیرمون نیاد بخوریم تا بیایم حیونا رو بار کنیم، را بیفتیم، مسیر رو باید ادامه بدیم. ما روزانه با بالا و پایین رفتن زیاد طی کنیم. گذر این کوه ها خیلی خسته کننده است. افتادن یعنی مردن. یه قدم اشتباه بذاریم به قعر در سقوط کنیم. ما مجبوریم سری را بریم. بعضی وقتا حتی 3 نهار هم توقف نکنیم. ما آب نداریم، مجبوریم آب داخل بشکه‌ای هم کنیم. گاهی اوقات بشکه‌ها سوراخ بون و ما کل آبمون از دست دیدیم. 20 سال الان چارده. بچه های این خانواده خیلی خوبن. زندگی اشایری بخش از تاریخ سوان و همه در بین همین کوه متولد شدن. سروش کلاس 5 و خیلی بچه مؤدب و باهوشیه. امیدواره که بتونه مدرسه شبان روزی بره و اوچو تحصیلات خاص بعد از کلاس 6 ادامه بده. سمانه کلاس 3 خیلی با مزه و شوخ طبعه و رابطه خاصی با حیوانات داره. انگار نسبت به حیوانات احساس مادری داره. شیر آرش کلاس اوله. پسر خیلی کنجکاو و باهوشیه. یکی دیست بداله میده. نسبت به سنش خیلی قویه. انگار هیچ وقت خسته نیبود. ما من را با خانواده های اشایری دیگه هم ملاقات کنیم. آخرین بازمانده خانواده های اشایری
که هنوزه با گله‌های خود پیاده به سفر ادامه میدن. اینا معتقدن که این اودیسه که سال به سال تکرار بود 30 گله خیلی مفیده و حیوانان با راه رفتن قوی تر بون و ترند چراغ غنی که من مناطق مرتفع رشد کنن لذت ببرن. راه بسیار دشواری رو اومدیم. پاهمون درد گرفت. بچه‌ها خسته شدن. نمیدونم با این خستگی میتونن ادامه بدن، نمیدونم میتونن ادامه بدن. پاهمون بیشتر درد میکنه. انقباض گرفتن. کوه کمر بیشتر پا درد میاره. بالا پایین، سرازیری، سراشیبی خیلی داریم، خیلی رد کردیم. بچه ها انرژی دارن. آره بچه ها عشایر خیلی قوی تر از این حرف هستن. اونا انرژی دارن، میتونن این راه ادامه بدن. یه خورده برای ما که هنوز این جاده رو نرفتیم مشکله، ولی ما هم انشالله که رد میکنیم این جاده رو، این راه ادامه میدیم. خدا بزرگه. خیلی سخت، امروز خطریه. باید حواس خودتون جمع کنین، یکی به زمین نخوره. خلاص خدا میخواست پد بزنیم میره دریا. یعنی تمام بزغالان داره آب میبره، آب کوچیک. چیز آگیابی سخته. که بلیت میچنه، بلیت الان ها گرمه، بلیت. من گلترم، چون من گلترم چیزی دارم، من گلترم میتونم.
کلا ما رو یاد اون گذشتگانمون نیاکانمون میندازه که چه راههایی رو میرفتن، چه سختی‌هایی رو میکشیدن تا به مقصد برسن، تا برای گوسفندان خود چراگاه تازه پیدا کنن و ما هم داریم اینا رو تجربه میکنیم و این تجربه به ما درس‌های زیادی میده. یالا شلیمه خوبی سلامتی حال خوبه سلام علیکم. سلامتی حال احوال خوش خوبی سلامتی خوبی حال تو خوبه سلامتی یالا خوبی یالا سلام خوبی حال تو خوبه شبا تا بیایم چادرامون رو برپا بکنیم برای کلاس بچه‌ها هم باید همراه باشیم با همه خانواده‌هایی که کوچ میکنن، یه جایی مستقر بشیم که همه با هم دسترسی پیدا کنن تا بتونیم یه کلاسی براشون برگزار کنیم. بله بفرمایید. سلام خوبین؟ بفرمایید بشینید. خیلی خوش آمدیم این کلاس. چه خبر خوبین؟ خواسته که نوا بین کوچ کردین ها؟ شما هم که دفتر بهتون بدم با هم بتونین کار بکنین. در مناطق عشایر بختیاری کلاس ها چند پایه هستند، یا 2 پایه یا 3 پایه یا 6 پایه. چند قسمت از این 4 قسمت رنگ شده؟ 3. آفرین. تا چند نوشتی؟ آموزگارا هم که به اونا درس میدن چند پایه درس میدن، معمولا 3 پایه یا 2 پایه. باهاشون ریاضی کار میکنیم، فارسی کار میکنیم، کتابای دیگه علوم کار میکنیم، املا کار میکنیم، دیکته، همینا رو باهاشون کار میکنیم. احسن. آفرین. برو بیش. بشمار 6 7 7 تا کم کنیم چند تا بود؟ 3 بچه‌ها بهداشت فردی رو باید همیشه رعایت کنیم. ها؟ حالا میگی نه؟ بچه‌ها خیلی دانش آموزان و خوب و زرنگی هستن. خیلی سریع اون نکته‌های درس، اون چیزایی که باید یاد بگیرن رو یاد میگیرن
با همه کاری سر کار دارن، همه کار میتونن انجام بدن. مثلا در نگهداری گوسفندان، در چیدن مثلا علف هایی که داخل کوه ها رشد میکنه، گیاهان دارویی. و دلیل اینکه این دانش آموزان خیلی تیزهوش هستن به خاطر اینکه در طبیعت زندگی میکنن همراه با پدر و مادر که خیلی کارها و مشغله های زیادی رو در طول یک شبانه روز انجام میدن. اونها هم در کنار این پدر و مادر به خوبی یاد میگیرن که چطور از پس مشکلات بر بیان. خدای صبر و حوصله‌ای که اینا دارن فکر نکنم هیچ انسانی داخل شهر داشته باشه. مثلا در طول یک روز ما 20 کیلومتر الی 25 کیلومتر راه میتونیم پیاده بیایم که همین مسیر رو میتونیم با ماشین در طی نیم ساعت طی کنیم. درسته؟ و این خودش نشان از صبر و حوصله زیاده. ولی اینا همون 20 روز رو تحمل میکنن با همه این مشکلاتی که وجود داره، با همین سختی‌هایی که در طول مسیر، با همین سختی‌هایی که سر کار دارن، با همین مشکلاتی که براشون پیش میاد، بازم پاپس نمی‌کشن. بچه ها نوان ها؟ چون خدمت چیز زنان و دختران عشایر خیلی در کارهای خانه خیلی زرنگن. شاید اگر مرد خونه به علت مشغله کاری نتونه همراه خانواده باشه، زن عشایر به خوبی از پس کارهای خونه برمیاد، میتونه بدونی که مرد خونش باشه به خوبی انجام بده. یک زن عشایر واقعا به اندازه میتونم بگم 10 تا مرد میتونه کار بکنه. واقعا قویه، خیلی قویه، از لحاظ جسمی، از لحاظ ذهنی. ما مثل سمانه و آرش کوچولو بیدیم با پدر و مادرم رو کوژ میکردیم
ردیم مال که باراندازی کردیم ما ردیم بازی کردیم ردیم چند تا بچه همسن بیدیم رفتیم آب بازی کردیم رفتیم عروسک درست کردیم خودمون خیلی خوشمون گذشت و کل این خانه زنها بیارن یک زنها خمیر کنن نو پزن غذا درست کنن ظرف بشورن آب بیارن هیوه بیارن مثلا بچه سون شور بکنن لباس سون بشورن زنها وظیفه‌شون که این کاران انجام بدن وقتی که این کاران همه انجام بدن دی خسته ایست در میره بعداً زنون مال باره کنن دین نتریم مثلا دی خسته آبیدیم کوب کمر زیاد جلومونه نخواهیم دی کوچ دی نکنیم دی سال آخر مونه که کوچ کنیم دیگه با ماشی بریم آرزو داریم که بچه هامو توی شهر زندگی کنن درس کنن رو پی کار خودشو مثلا سر کار بگون سی خودشو هم پسرها هم دخترها رسیدن به مقصد ما واز 20 کوه رد بودیم بعضی زهنم حدوداً 4000 متر ارتفاع دارن توی این سفر خیلی چیزایی هست که آدم یاد میگیره. اول از همه چی فداکاریه. زندگی همش مشکله. انسان باید سختی بکشه تا به چیزهایی که میخواد برسه. انسان هم هیچ وقت نباید از مشکلات بهراسه، هراسان باشه. من هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز بیام در کنار عشایر یه کوچی انجام بدم که خیلی تجربه ها به من یاد بده، که خیلی تجربه ها رو یاد بگیرم. خیلی از کارهای گذشتگان رو که در گذشته براشون اتفاق افتاد من در حال مرور کنم و همین که سختی های زیادی رو کشیدن من هم اون سختی ها رو بکشم و حالشون رو درک کنم. خیلی خوشحالم از این که تونستم در کنار عشایر کوچه انجام بدم.
یواش با. دیگه رسیدیم به اصفهان، میریم کوههای اصفهان، منطقه اصفهان که وارد جایگاه اصلی خودمون شدیم. که انشالله 4-5 ماه 4 ماه ما روش تعلیف زندگی داریم. بهترین جایگاه است. اینجا تفریحگاه تمام دنیاست. همه مردم میان تفریح اینجا. دیگه رسیدیم به سلامتی. بیا اون سامان رسیدیم یا هر چیزی سختی کشیدیم دیگه آخر رسیدیم. سرسبزه. بیا بیا جاده آسفالت را که دیدیم فکر کردیم دیگه مشکلات ما به پایان رسیده. در ضمن اینکه اینجور نبود و ما تازه مشکلات جدیدی بایستی باشون دست پنجه نرم کنیم. دیشب برای استراحت در یکی از روستاهای اینکه دیگه نمیتونستیم مسیر رو ادامه بدیم، برای استراحت خود جایی را انتخاب کردیم، خواستیم بار بندازیم، ولی نمیدونستیم که این زمین ها علفشون قرق همون اهالیه و 2-3 تا از همون اهالی اومدن با ما جر و بحثی رو راه انداختن که ما مجبور به این شدیم. خیلی هم با بچه‌های ما درگیر شدن، یه زد و خوردایی هم داشتن که خوشبختانه مشکلی پیش نیومد، ولی خیلی ناراحت شدیم از اینکه این اتفاق برامون افتاد. و آقای رحمت مختاری هم تلفنی با پسرشون تماس گرفتن، آقای فریبرز مختاری، که با ماشین بیاد وسیله‌های ما رو جابجا کنه. آخرین روز کوچ هم دیگه با ماشین انجام میشه. برتمش يا برا آمدن قشنکشی کردن، سنگ چینی کردن، گوسفندام سنگ چینی کردن، خودم سنگ زدن تو دستم. ما 5 تا استان دور زدیم، از این آبادی بدتر ندیدیم. ما خدا شاهده با هیچ کسی بد نیستیم، با هیچ کسی ایجاد مزاحمتی درست نمی کنیم. حتی میتونم با گرگ کوک در بیابون گرده باز رفیقی کنم، ولی که علیکی مردم میان مزاحم میشن. جر برته بره میشه، برته میشه، پس جوردید. دیگه کوچ پیاده روی
خیلی سخت شده، دشوار شده. با ماشین راحت 5-6 ساعت ایاب زها بکنی، یا میری قشلاق یا از قشلاق میری ایلاق. حالا یک کرایه میری ولی یه روزه، اگر فشار بد میاد یا اذیت میشی یه روزه، فقط بخاطر یه باری میزنی یه باری خالی میکنی. اسماتو هم بالا بریاتون بنویسین. خواه همه تون رو با ما. بچه ها کسی هم با بغل دستی صحبت نکنه، خویم امتحان میگیریم. دستاتون بریم بالا، مو نه، دست بالا، هر که خودکار نداره. ما امتحان داریم تو کویستان پشتی من ما هادی امتحان ها بودیم چی سر گید یه 10 دقیقه رد کردی به زحمت. دست در نکن. ما دوتا نوشت یه سال من بچه ها امتحان تموم بخواه. بچه ها دستون در نکنم. امتحانتون صحیح کنم، نمراتون وارد کنم، بعد بهتون اعلام کنم. آرش به تختن بره. آفرین. به کیفون براسی. آفرین سروش، باریکلا. آرش مختاری. میشم چه؟ آرش باریکلا آرش. آفرین آرش. آرش هم خیلی خوب. سمانم خیلی خوبی. آفرین. آفرین. دختر گلم. آقای مختاری با اجازه ما خدمت تشریف برین به سلامت خیر. ببخشید پیش ادام سر لال کنین خیلی زحمتتون دادیم. ما بخشید زحمت چش این همه راه دور دراز تشریف آوردید. ما خدمت کردیم. خیلی خوشحال بودیم که همسفر بودیم. ما با اجازت با بخشید ما زحمت بتون دادیم. دستتون در نکن. دست در نکن ریان. دستت مال دست آقای زاده معلم تو ماش کن. ماشاءالله با اجازت. دست آقا سامان. به سلامت. سلامت خیر. یه امتحان خیلی خوبی بدی با نمره 20. با اجازت. با اجازت. که منم که اینجا کارم تموم شده با هم سامان به سمت خوزستان میریم که انشالله سامان هم بره و به امتحانات نهایی برسه. انشالله که در این امتحانات موفق بشه. من در طول این مدتی که با دانش آموزان عشایر سر کار داشتم در خدمتشون بودم به عنوان یک آموزگار میتونم با جرئت بگم که تیزهوش‌ترین دانش آموزان حال حاضر کشور هستند. امیدوارم که این بچه ها به رویاهاشون برسن و آینده شادی داشته باشن و امیدوارم که شغل مورد نظرشون پیدا کنن. شاید یه روز اونا من شهر مستقر بودن، یه مهندس، پزشک یا معلم بودن، ولی با دلتنگی در مورد زندگی عشایری که قبلا در کنار خانواده خودشون داشتن فکر کنن.